جدامون کردن یه عده ابله، شیعه و سنی اینجا فقط بردن، چشارو بستن همگی در بند، مافیا از قصد تو نقش شهروند. چشماتو باز کن حق تو لاش خورد، همیشه اونی که راست گفت شد سانسور. چشماتو باز کن نبرن خاکو، یه سری تجزیه طلبن و ناتو. یکیشیم بیا همو نکنیم قیاس، ما به هم نیاز داریم اما بدون ریا. برای تغییر برای قیام، خرد و اندیشه نیاز زیاد. کنار همیم تا صراط مستقیم، ما چراغ روشنیم تو رکاب اوزگریم. تا تبدیل یا تغییر کنارمونه ولی ما پیروزیم، دلیل تصوف همین. اتحاد راز پیروزی مونه، سنی و شیعه میمونه، هرچی لاشیه بیرونه. پای منجی در میونه، دشمنی رو خوب میدونه اما باز داره میلوده. چه فایده کاراش بیهوده، فقط اینا از رات خرابه همش باخت جواب طمع. خائنای بیشرف آخراش این ورق، امپراتوری پارس رو اجساد جاسوسا بنا میکنیم دست عبرت. چه قشنگ الان اتحاد اسلام، سنی شیعه، رفیق، دوست، محرم زنده است. این مهم است. گوش کنید، به پوتین حمله نکن. چی؟ اینو که تنظیم کنید کشور رو. خوب دقت نمی کنی انگلیسی سلام برای چی میگه طالبان؟ چرا سفارتش ما کنه؟ برای اینکه طالبان رو آقای بایدن بیشرف کثافت بیناموس هواپیما و بودجه داد تا فردا انگلیسی ها چقدرشون وا کنن مخ طالبان ها رو برای همه ایران. اتحاد راز پیروزی مونه، سنی و شیعه میمونه، هرچی لاشیه بیرونه. پای منجی در میونه، دشمنی رو خوب میدونه اما باز داره میلوده. چه فایده کاراش بیهوده، فقط اینا از ذات خرابه همش باخت جواب طمع. خائنای بیشرف آخراش این ورق، امپراتوری پارس رو اجساد جاسوسا بنا میکنیم دست عبرت. چه قشنگ